یه بار ایرا گوش کنین برادرها چی میگن. او قبلا محاسب جمعیت ریگری شهر تورسونزاده و تا زمانی بازداشتش به قول همسایه‌ها رئیس محله بوده است. چونین آدم با چونین بیرحمی با چونین ظالمی نسبت فرزند خودش داشته باشه، پس نسبت آدمای دیگری که در بالاشون حقوق گپزنی داره، حقوق اداره کردن داره، چگونه رفتار میکنه؟ من نمیدونم این جنوی ما چی خدر مرا ریگروفکا کردستان. من نمیدونم خودم. سوال اساسی که بیشتر مردم میپرسن، چی در تلگرام گروه چی در کامنتاری ها، چگونه این خرد توانست که این گونه کار نسبت فرزند خودش کنه. سوالی از همه دردناک همینه. اگر که در جای این یگان شخصی بیگانه می بود، او را میتونستیم نامونیم یگان منیاک که با چونین بیرحمی یک شخص کشت، بغیر از آنی که یک شخص کشتن با این شخص نورسه. این گناه دو چندتر میکنه، دهشت دو چندتر میکنه. لیکن فکر کنیم بالای همه که این با پسر خودش باشه. یعنی که برادر این یک قتل عادی نیست، این یک قتل بیرحمانه دهشتناک قتل هسته که دجال اگر ربی نمیگریزه. من نمیدونم این جنوی ما چی خدر مرا ریگروفکا کردستان. من نمیدونم خودم. سبب پول و خیلی هم دردناک میتوه مقدار این پول، یعنی که 600 سومون. لیکن این مهم نیست. من میگم شما ده برای چی برادرها؟ فرزند مگر نرخ داره؟ فرزند مگر ارزش برابر با پول یا که برابر یگان اشیا و یگان داروهای این دنیا مقایسه کرده آیا میشوه؟ چگونه آدم میتونه باشه که فرزند مقایسه کنه با داروهای این دنیوی یا که با یگان اشیا پول؟ با فهمیش ما نمیتونه این گونه آدم وجود داشته باشه. از همین خاطر من را آدم نمیشمارم برادرها. ای برادرها، من تجربه بسیار دارم با آدما کار کردن ده. آدمای برآمدگی در کانال ما در ویدیو پیشینه برای چی اون برادر که فرزندش از دست داد موندم، فرزند وای معیوب بود، حرکت نداشت، لیکن برای معالجهش میلیون ها لازم بود. این والدین آماده بودن که این میلیون ها را حتی بطلبن از مردم تا که فرزندشون معالجه کنن. و این یگانه نیست، بسیار است چنین حالاتو. شما مقایسه کنین که این دو تا چیزه. آدمی که فرزندی معیوب حرکت میکنه که معالجهش کنه با پا بخیزونش، یک خر دیگر با مثل اینه فرزندی سالم با دست خود معیوب میکنه، بعدا دوام میتیه حرکت معیوب کنونیشه، حرکت آسیب رسانیدن به جسم این فرزندی سالم به همون درجه را دوام میتیه که وفات کنه.